اتیت خدا خواهد قسقانی سوالان جواب میتیم زکس میرفتیم. خب دوم در کدام حالت نکاح بریده میشود؟ حالتی که نکاح بریده شدنش حرام کرده خدا را اگر بغیر از طلاقت من عراق حرامه اگر از تحت دل حلالش کنی نکاح بریده میشه. اگر خدا نه شرک بیاری گویی که خدا نیست. عیسی بچه خداه، خدا زن داره، خدا فرزند داره، خدا درگیجا باشه. این خود دیدی نکاح بریده میشه. ای دیگه سر نکاح میکنه میاد نبرار. السلام علیکم دوملوی محترم، التماس درباره توی امروزه و امر و معروف صحبت کنید. خان امر و معروف ان شاء الله خدا خواست دعا کوچه بریده این دروغه این سبسته عرق میبرش نکیم عرق موندی دعا که هیچ اجابت نمیشه نه کوچه دروغه کوچه دعا میبره بعد انو شاپل نته بانکروت میشه شاو شیر نماش دروغ سابی یهودت نگی جنگ میکنیم خلافر برای اشتیای بدبخت اگه برای دو تا بریده جوانی مکشه و در خونه تقه خر زد یعنی نوزان بیلو تقه خر در کوچه ها اوه پاتینکه خره بچران خر اوزار نیافته پاتینکش کردیم وای میگه بخت می آورده ای مور خدا بخت بیتیه بخت تقنده خور کشور کرده بعد چشمه میگردونه چشمه های گو سبحان الله میگردونه الحمدلله میگردونه الله اکبر تگرد های خیلی چشم داره چون که حدیثه العین حق میگه و یدخل الانسان فی القبر والبقره فی القدر چشم میگه حق است انسان در گور میدراره گاو میگه در دیگ میدراره هم آدم چشمدار باید که گیجایی که بیاد یک بار سبحان الله الحمد الله اکبر گفت همون چشمش بشه میبریده. خب هزیل شوخی در اسلام چی حکم دارد؟ هزیل شوخی و مذاق در اسلام گناه کبیره است. یاد نبرار انسان اگر کسی مذاق میکنه کسی من برادر خدا خواهد دیده این ترق شه این رنگ شه این فلان شه این صفت کی میتیه تنده استعیذ بالله ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء خدا میگه صورت میبندند شما را در بچه‌دان‌های مادرات چه که بخواهد خواهد زرد خواهد سیاه خواهد کبود خواهد مرد خواهد زن این در دست خدا اگر خندی یک کسا هزیل و مذاق کنی لقب مونی حتی خدا میگه به دیگر لقب نمون یا دیگر مسخره نکنین آیت های آیا میگه همون مسخرگی شخص میگه از تند مونده بهتره تو حق نداری تو انسان دیده چکار کند باید شکر کند شکر کن انشاءالله خدا خواهد این قوه دیده روش گناه کبیر است دوم نزدی الله مهربان شما بولا کند پوشیدن فتح به نکاح تاثیر میکند یا نه این مسئله بعضی دومله ها نکاح بریده میشه و تگی جاشه یعنی سال لیکن خدا خواهد انشاءالله اگر ما این حدیث نه که من تشبه بقومی فهو من دیگه حدیثه میگیرم یعنی کسی که کدام قوم نمانند کنه و هم از همون قوم است من میگم که خدا خواهد دختراتونه برادرها همون یک فتح من میشنم تا 5 میلیون هم دست بعضی ها در توی 3 تا فتح میارده است تا عبیت عتش میپوشته 3 میلیون بعد عبید عتش میپوشته 3 میلیون وای چون تک ضرر یعنی پدره ولی کلم سلام داره که وای انا پلی هوای بده وای من چوک کلم سلام میکنم وای برای 5 سوم فوکش در زمین میرسونه انا شرکه کلم سلام بغیر از خدا حتی پیغمبر نسر خم کنه نمیشه نه نبرو پیغمبر بجوز خدا دیگر یگان مخلوق نه سر کردن شرکه 5 سوم پول بده بیچاره همون فتح پولش اتیکم با در وی بانکروت نشفته بیچاره دقوت میزنه کل سال نگم که فتح نپوشون چون فتح میپوشون یا خیلی همون لباسی زیبایی که 200,000 300,000 500,000 خرده هوا پوشون برادش کدام یک نمازخونه دختر شدیدم فتح پوشیده تمام وجودش میتابه اگر همه حالت کوچه بلاگو تلخش میکنه در حیاتش برمده نه تو 1 ساعت چی خوشدوکیت میگیره با سالان میرفت یا بیچاره سالان میرفته با در سالان و راتش میکنه و شاخه نمیرفته در تا خماده نمیستونه فیگورم ویرون میشاده بس شاو اونجا خواه نفته نکن خواه میرامه کده اخمکه یفته اگه جایی همین خدا زیباگی داده همین زیبایتونه تو 1 ساعت میسی مزگاش ده کجا میگیری زیباگی زن میگه لاوشه ای خدا کلاس کرد اگر خدا کن مزگاه باشه ای در نجاست ده شو تا تو گویی دی گویی چی نکن داری دختری وی
شخصیتی میگه زن میگه زیباگیش نگاه نکن لوسش نگاه کن که از دهنش خدا خواهد شکر اثر ریزه و زنه این چیزا را پرتا خدا خواهد پولیش با من فرقش نیست لیکن گناه میدونی و راست کم بودن همجا میگه اگر 500 تا مردک باشد یگان داشت بچهش میخوب نگهش نمیکنه همه همجا زنا میکنه اینو زانی چشم زنا میکنه برادر ببینی همه همینه گناه مبتلا میکنی خدا نگه دارد ولی بوسک خطا پوش خدا خواهد بگرد ولی که چی در کار خیلی تویا عادی تویا خوب که بسال اکنامیکا بلند کن انشاءالله خدا خواهد نکن معوضم نکنی عادی بیار خداش پیش همه میخیل بود همه فاطمه مادم همه حضرت پیامبر سلام بردن ده تا چیز کتی بردش یک تا چادر داشت بیچاره چادری که به خدا خواهد ای خدیجه مادر موندگی بود بیچاره یک تا کاش یک تا و اسیاب دستی برای ارد کردن هم چیز کتی بردن علین در دادش پدرکش کرد این ماشومه در 100 میلیون خرد است کاش که آداب دوچوشه بود سهر بیدگی راز بود پسندت نکرده وید نمیکنه برای صاحب پرته برادر وقت هم شده صحبت کنیم صحبت بسیار از خدا خواهد الله هر یکی ما و شما را ایمانامنا مستحکم بگرداند هممون خدا خواهد برای راست هدایت کند این نصیحت های کریم امید میکنیم که یک تا هم را گردین این بختی ما خدا خواهد این نصیحت ها در کوچه نمونه کن این نصیحت ها را خدا خواهد بر من کسی تا شنو جایی که میپرداش من جای ترس ندارم در یوتیوب میپرداش می گورونه میپرداش می غروندنش که میلیون تا آدم در پرداش جای ترسش نیست همش صحیح حدیثه همش روایت صحیحه من جای ترس ندارم جایی که میپرداش پرتا شریکاتون خدا خواهد من کانال دارم در نیوی صدای قرآن در کانال است من یوتیوب کانال دارم من نمیترسم من همیشه برآمد میکنم کجا اینه تلگرام دارم خدا خواهد به نام مسجد تاج محل مرحمت گوش کنی در خیلی موضوعه همه موضوع خدا خواهد ای کدام چیز نمیگیری گوش کن مقصد ما دوست شما هستیم ایو نبرار پگر روز قیامت از باره ما دعوا میکردی که چه نگفتی حقه چه پناش کردی من تا جون دارم خدا خواهد وعده میتیم که من الله سخنش میرسم چی نمود باشد چی زنا میپرسیم من در حجاب میپرسیم عرق میپرسیم زننگ بازی میپرسیم من اری شر گفتن نگیرم خواهی قبول کن نخواهی لا جزا تعالی میتیه آن چیزی که میگه گفتن شنیدیم کردیم به آمد و آن چیزی که گفتن نکردیم بد آمد بعد جزا تا میگیری برای خدا نگه دارد هر یکی ما با شما باد صدای خدا آمانه شدن را فراموش نکنید